السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان صاحب ذوق و بینندگان محترم کانال داستان‌های نوری. امشب گرد هم آمده ایم تا با هم سفری کنیم به قلب تاریخ، به روزگاری که مردان آهنین با ایمانی از جنس کوه‌ها امت اسلامی را از پرتگاه نجات دادند. داستانی که می‌خوایم بشنویم، داستان شیرمردی است که با شمشیر عدالت، با سپر رحمت و با زره ایمان نامش را در دل تاریخ حک کرد. در شبی طوفانی از سال 532 هجری در شهر تکریت نوزادی پا به جهان گذاشت که پدرش نجم الدین ایوب نامش را یوسف نهاد. همان که بعدها تاریخ او را به نام صلاح الدین اصلاح کننده دین شناخت. کودکیش در میانه دجله و فرات گذشت. پدر به او میآموخت: یا پسرکم، شمشیر وقتی مقدس است که در راه حق برداری و حق تنها از آن خداست. سال 564 هجری بود. مصر تحت حکومت خلافت فاطمی از مذهب اسماعیلی بود که عقایدی مخالف اهل سنت داشتند. صلاح الدین به همراه عمویش اسدالدین شیرکوه به مصر رفت. مردم مصر که از ظلم فاطمیان به سطوح آمده بودند، استقبال کردند. صلاح الدین در مسجد الازهر خطبه خواند و گفت: ای مردم مصر، ما نیامده‌ایم تا بر شما حکومت کنیم. آمده‌ایم تا کتاب خدا و سنت پیامبرش را برپا داریم. در مدت کوتاهی، 1. حکومت فاطمیان را که 200 سال ادامه داشت برچید. 2. خطبه را به نام خلیفه عباسی نماد اهل سنت خواند. 3. مدارس اهل سنت تأسیس کرد. 4. عدالت را در میان مردم گسترش داد. وصف ابن خلکان. صلاح الدین مصر را از مذهب باطل نجات داد و به آغوش اهل سنت بازگرداند. سال 574 هجری، شام، سوریه امروزی، تحت حکومت امرایی ضعیف و متفرق بود. صلاح الدین با حکمت و تدبیر شهرهای شام را یکی پس از دیگری آزاد کرد. شبی از شبهای دمشق قبل از فتح قدس، صلاح الدین در مسجد اموی نماز عشا را اقامه کرد. جوانی از صفوف جلو آمد و با چشمانی پر از اشک پرسید: ای امیرالمؤمنین، چرا به برادرانمان در فلسطین کمک نمی‌کنی؟ صلیبیان هر روز بر ظلمشان می‌افزایند و ما اینجا در آرامش نماز می‌خوانیم. صلاح الدین که تحت تأثیر قرار گرفته بود، آرام پاسخ داد: پسرکم، نمازت را کامل کن. فردا پیش از طلوع آفتاب جوابت را می‌دهم. فردا صبح، اذان صبح که خوانده شد، صلاح الدین به مسجد آمد. چشمایش به دنبال آن جوان می‌گشت، اما جوان را نیافت. نماز که پایان یافت، پرسید: آن جوان دلسوز کجاست؟ یکی از نمازگزاران گفت: امیرا، او امروز نیامده است. صلاح الدین اشک ریخت و گفت: این همان بلایی است که بر امت ما نازل شده است. بسیاری فریاد میزنند ولی قدمی بر نمیدارند. بسیاری دیگران را به جهاد میخوانند ولی خود از اولین صف غایبند. سپس بلند گفت: اما ما باید متفاوت باشیم. اگر 1 نفر فریاد میزند، 1000 نفر باید پاسخ دهند. اگر 1 نفر میخواهد، امت باید بخواهد. این سخن جرقه شروع جهاد مقدس برای آزادی قدس شد. فتح حلب. پس از محاصره کوتاه، مردم دروازه‌ها را گشودند. صلاح الدین وارد شهر شد و نخستین دستورش این بود: امنیت و عدالت برای همه، حتی برای کسانی که با ما مخالفند. اتحاد سرزمین‌های اسلامی. او برای نخستین بار پس از مدت‌ها مصر و شام را متحد کرد. این وحدت پایه‌های فتح قدس را فراهم ساخت. سال 583 هجری، نبرد هتین. گرمای سوزان تابستان. صلاح الدین با سپاهیانش صلیبیان را در دشت هتین محاصره کردند. او که یادش بود از آن جوان، فریاد زد: امت محمد، امروز روزی است که یا پیروز می‌شویم یا به شهادت می‌رسیم، اما هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد. پیروزی معجزه‌آسا. مسلمانان پیروز شدند. هزاران صلیبی اسیر شدند، اما صلاح الدین عدالت اسلامی را به نمایش گذاشت. 1. به زنان و کودکان آسیبی نرساند. 2. پیران را بدون فدیه آزاد کرد. 3. حتی به اسیران غذا و آب داد. ورود به قدس. در روز 27 رجب، صلاح الدین با فروتنی وارد بیت المقدس شد. برخلاف صلیبیان که 88 سال قبل با کشتار وارد شده بودند، او کشتار نکرد، کلیساها را ویران نکرد، به مسیحیان امنیت داد، حتی بدهی‌هایشان را بخشید.
صحنه به یاد ماندنی. زنی مسیحی با کودکش گریان نزدش آمد. صلاح الدین کودک را بوسید و گفت: گریه نکن فرزندم. امروز روز رحمت است، نه انتقام. وقتی پرچم اسلام بر فراز گنبد صخره به اهتزاز درآمد، صدای تکبیر از هر کوچه و خیابان قدس بلند شد. مسلمانانی که 88 سال در اشغال صلیبیان زندگی کرده بودند، با چشمانی اشکبار یکدیگر را در آغوش می‌گرفتند. پیرمردی که پدرش در اولین حمله صلیبیان شهید شده بود، بر زمین افتاد و صورتش را به خاک مسجد الاقصی می‌سایید و می‌گفت: الحمدلله الذی ابقانی حتی رأیت هذا الیوم. ستایش خدایی را که مرا زنده نگه داشت تا این 88 سال. روز را ببینم. صلاح الدین دستور داد منبری که سالها قبل نورالدین برای مسجد الاقصی ساخته بود، از حلب به قدس آورده شود. در اولین جمعه پس از فتح، او خود بر منبر رفت و خطبه خواند. مورخ می‌نویسد: هیچ چشمی خشک نماند. حتی سربازان جنگ دیده که در میدانهای نبرد اشک نریخته بودند، اینک مانند کودکان می‌گریستند. فاسدها به سرعت به 4 جهت عالم پراکنده شدند. 1. به سوی دمشق. وقتی خبر به دمشق رسید، شیخ ابو شامه، عالم بزرگ سنی، در مسجد اموی فریاد زد: هذا فتح الفتوح. این همان روزی است که پیامبرمان در حدیث فرمود: تفتح القسطنطینیه قبل الروما. مردم تمام شب به شادی و ذکر خدا پرداختند. 2. به سوی بغداد، مرکز خلافت عباسی. خلیفت الناصر لدین الله در قصری که بر کرانه دجله بود، وقتی نامه صلاح الدین را خواند، از جای برخاست و 2 رکعت نماز شکر به جای آورد. سپس دستور داد تمام زندانیان بدهکار آزاد شوند. برای فقرا غذا توزیع شود. در تمام مساجد بغداد خطبه‌های ویژه خوانده شود. 3. به سوی قاهره. مردم مصر که صلاح الدین را همچون پدری مهربان می‌شناختند، به خیابان‌ها ریختند. شیخ عبدالغنی مقدسی، فقیه شافعی، در مسجد الازهر گفت: امروز روزی است که خداوند وعده خود را محقق کرد. ان تنصروا الله ینصرکم. اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می‌کند. 4. به سوی اندلس، اسپانیای اسلامی. در گرانادا، ابن جبیر، جهانگرد معروف، در خاطراتش نوشت: وقتی خبر فتح قدس به اندلس رسید، گویی مرده‌ای زنده شد. مسلمانانی که زیر ستم مسیحیان بودند، دوباره امید یافتند که اسلام پیروز خواهد شد. علمای بزرگ اهل سنت در سراسر جهان اسلام این فتح را تحقق سنت الهی خواندند. امام فخرالدین رازی در تفسیرش نوشت: فتح بیت المقدس توسط صلاح الدین مصداق آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات است. ابن جوزی، واعظ معروف بغداد، در مجلس وعظش فریاد زد: ای امت محمد، بدانید که این فتح پاداش اخلاص است. صلاح الدین برای خدا جنگید، پس خدا پیروزیش داد. قاضی ابن شداد، شاگرد و همراه صلاح الدین نوشت: دیدی چگونه خداوند دلهای بندگانش را شاد کرد؟ این شادی یادآور روز فتح مکه توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. در هر شهر اسلامی، در حلب بازارها را چراغانی کردند. در موصل برای 3 روز غذاهای مجانی توزیع شد. در بصره کشتیها را با پرچمهای سبز آراستند. در یمن مردم روی پشت بامها فانوس روشن کردند. صلاح الدین در نامه‌ای به تمام حکام اسلامی نوشت: این فتح، فتح من نیست. فتح هر مسلمانی است که نماز خواند، روزه گرفت و برای پیروزی اسلام دعا کرد. بیایید اختلافات را کنار بگذاریم. اگر امروز متحد باشیم، فردا کل جهان اسلام آزاد خواهد شد. ابن اسیر: من در تاریخ چنین روز شادی را ندیدم. حتی پیران 100 ساله گفتند چنین روزی را به یاد ندارند. گویی عید فطر و عید قربان و عید فتح همه در یک روز جمع شدند. صلاح الدین بیمار بود. هنگام وفات تنها 47 درهم در خزانه داشت. به پسرانش وصیت کرد: پسرانم، بدانید که من تنها به 3 چیز افتخار می‌کنم. 1. اینکه هرگز خون مسلمانی به ناحق بر زمین نریخت. 2. اینکه هرگز مال حرامی نخوردم. 3. اینکه هرگز عهدی نشکستم. وقتی مؤذن گفت الله اکبر، صلاح الدین لبخندی زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیام آخر.
امروز قدس همچنان اسیر است. اما این بار نه صلیبیان که صهیونیست‌ها را اشغال کردند. داستان صلاح الدین به ما میگوید اگر یک نفر فریاد میزند، همه باید برخیزیم. اگر یک نفر میخواهد، امت باید بخواهد. مسلمانان امروز باید بدانند همان گونه که دیروز قدس با وحدت آزاد شد، فردا نیز با وحدت آزاد خواهد شد. صلاح الدین به ما آموخت که لا غالب الا بالله. پیروزی فقط از خداست، اما شرط این پیروزی اتحاد امت اسلامی است. اللهم فک قید اسراها. خداوندا، بند اسارت قدس را بگشای. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.